طبق قانونی که چند سال پیش در قرقیزستان قبول گشت، عروس‌ربایی جنایت حساب می شود. اما از نگاه بیشتر ساکنان این کشور طبق سنت قدیمی که به خاطر ازدواج انجام می شود، داماد برای بنیاد عائله باید عروس را بدزدد. این سنت الکچو یعنی بگیر و بگریز نام دارد. بنابر آمار سازمان ملل متحد هر سال در قرقیزستان تا 12,000 دختر ربوده می شوند. به قول مدافعان حقوق بشر سازمان هیومن رایتس واچ، بیشتر دختران نابالغند. معمولا دزدی عروس‌های آینده در جایهای جمعیتی صورت می‌گیرد. انارا به هنگام ربوده شدنش 18 سال داشت. در کارخانه دوزندگی که من کار میکردم روزی چند جوان وارد شد. همکاران گفتند که حالا باید کسی را بدزدند. من از همه جوانترین بودم و فکر نمیکردم که انتخاب سر من میافتد. انارا را ربودند. آنها مرا به ماشین سوار کردند. من گریسته خواهش میکردم که رهایم کنند. من در هوای زمستان پایلوچ بودم. خواهش کردم که برای گرم شدن پایهایم چیزی بدهند. همه مست بودند و به عرق نوشیشان ادامه میدادند. بعد یک سال به انارا میسر شد که طلاقش را بگیرد. او نخواست که تحقیر را تحمل کند. ازدواج مجبوری تا 3 سال محبس را پیش بینی میسازد. برای عروس ربایی تا 7 سال زندان مقرر گردیده است. ولی مشاور وزیر کارهای داخلی میگوید نه همه وقت این گونه قضیه ها تا دادگاه میرسند. در سال 2016 در اساس ماده 155 یعنی برای عروس‌ربایی و مجبور کردن زن به ازدواج 30 پرونده جنایی بررسی گردید. نسبت 25 حالت پرونده جنایی باز شد. یعنی این به آن معنی است که چنین جنایت‌ها پنهان نمیمانند. یک مسئول وزارت مهنت و رشد اجتماعی میگوید ازدواج‌های بر محل زنان را از گرفتن معلومات عالی محروم ساخته دچار خشونت و تبعیض می‌سازد. به ازدواج‌های بروقتی اساساً فرزندانی خانواده‌های کم بضاعت راه می‌دهند. پدر و مادر همین گونه تصمیم می‌گیرند. یکم اینکه برای تحصیل فرزند پول ندارند، دوم اینکه می‌خواهند از ناخوری زیادتی خلاص شوند. На образование детей, это во-первых. А во-вторых, они хотят избавиться от лишнего рта. معروف قانوربویوا میگوید در زمان آنها نیز داماد عروس آینده‌اش را میربود. او نیز 25 سال پیش با شوهرش همین گونه شناس شده و حالا خوشبخت هستند. خداوند برایش 3 دختر و 2 نبیره را عطا کرده است. ولی به گفته اولان حسین، رهبر بنیاد کوچومنچی، عروس ربایی خاص فرهنگی مردم قرقیز نبوده در زمان شوروی سالهای 70 عصر گذشته پیدا شده است. حالت‌های فراری عاشقان موجود بود. مثلا وقتی پدر و مادر میخواست دخترش را به نفر دیگر به شوهر بدهد یا اینکه دل داده ها از یک اولاد باشند. آدم ربایی باشد مجازات سنگین داشت، یعنی قتل میکردند. سنت الکچو همچون مخالف به معیارهای اسلام دینی اساسی در قرقیزستان است که طبق آن زن و مرد باید با رضایت طرفین عائله بنیاد کنند.